آقای کوشیرو تاناکا سلام. به این گفتگو درباره تجربه حضور یک ژاپنی در افغانستان در جنگ علیه شوروی خوش آمدید. شما حدود 40 سال پیش تصمیم گرفتین از توکیو به چندین هزار کیلومتر دورتر به افغانستان سفر کنید در کشوری که درگیر یک جنگ خونین بود. چه دلیلی داشت و چه سبب شد که شما به افغانستان سفر کنید؟ در فرهنگ سامورایی ژاپن پایان شیوه زندگی در نهایت مرگ است. بنابراین من از کودکی در دنیای بودو هنرهای رزمی زندگی کردم و در نهایت برای این که ببینم آیا واقعا می توانم در جایی که قرار است بمیرم یا نه. آیا خودم آن آمادگی و شجاعت را دارم یا نه؟ و اینکه آیا تمرین هایی که تا امروز انجام دادم اشتباه بوده است یا نه؟ برای همین به جای رفتم که ممکن است مرگ در آن رخ دهد. به خاطر چی می‌خواستین که بمیرید؟ آن زمان من 44 ساله بودم. همانطور که می‌دانید شوروی در سال 1945 4 جزیره از جزایر کوریل ژاپن را اشغال کرد و آنها را تصرف کرد. من به عنوان یک ژاپنی این احساس را داشتم که می‌خواهم نوع پاسخ یا واکنش در برابر این موضوع نشان بدهم. چون این احساس در من وجود داشت. این تصمیم شما به احتمال خیلی زیاد چیزی نبوده که خانواده و نزدیکان و اطرافیان شما بخواهند از او استقبال کنند. واکنش آنها چی بود؟ دیدگاه من این بود که نباید شوروی که به سرزمین تاریخی ژاپن تجاوز کرده است بدون پاسخ بماند. این یک نکته و نکته دیگر این بود که من به عنوان یک ژاپنی احساس رضایت داشتم که برای آرمان ژاپن کار هست که باید انجام بدم. دوستانم همه مخالف بودند و همه مخالفت کردند، اما تصمیم من تغییر نکرد. این درست است که شما هنگام سفر به افغانستان $10,000 هم با خودتان بردید تا اونجا به بین مجاهدین تقسیم کنید و توزیع کنید؟ نه خیر، خیلی بیشتر از این رقم است. $10,000 نبود. در واقع نزدیک به $1,000,000 در 40 سال گذشته خرج کردم. میخواستم تمام تلاشم را بکنم تا از باقی عمرم برای کمک به پناهندگان افغان استفاده کنم، حتی اگر خیلی کم باشد. به همین دلیل خانه‌ام را از دست دادم و خانواده‌ام پراکنده شدند. اما نمیتوانستم به سادگی از وضعیت اسفناک پناهندگان افغان چشم پوشی کنم. بنابراین مسئله پول نیست، شفقت انسانی است. خب نخستین تصویری که از لحظه ورود به افغانستان داشتید و حالا هم به یادتان هست چه تصویری است؟ چه چهره‌ای از اون زمان از افغانستان به یادتان هست؟ در آن زمان 8 گروه بزرگ مجاهدین وجود داشت. از میان آنها 2 گروه بودند که امکان تماس با آنها وجود داشت. یکی حزب اسلامی و دوم جمعیت اسلامی. چون امکان تماس با این دو وجود داشت، ابتدا با جمعیت تماس گرفتم. آنها به استقبال من آمدند و بسیار خوشحال شدند. 3 خواسته مطرح کردم. اولین خواستم این بود به من اسلحه بدهید و بگذارید بجنگم. بگذارید با نیروهای شوروی بجنگم. دوم این که بگذارید من هنرهای رزمی ژاپنی یعنی بودو را به مجاهدین آموزش بدهم. سومین خواستم این بود که اگر این امکان برایم پیش آمد که زنده بازگردم، دوست دارم یکی از کودکان افغانستان، یکی از کودکان پناهنده را به فرزندی بپذیرم و او را با خود به ژاپن ببرم. این 3 خواسته من بود. بعد گفتین 2 حزب مطلع شدن که شما به افغانستان میایین و آنها به استقبال شما آمدن. از کجا خبر شدن که قرار است یک ژاپنی که به احتمال زیاد تنها ژاپنی اون زمان بود که به افغانستان میرفت قرار به افغانستان بیاید؟ در آن زمان امکان برقراری ارتباط مستقیم وجود نداشت. چند نفر از دوستان من در پاکستان بودند. از طریق صحبت‌های آنها بود که درباره حزب اسلامی حکمتیار
و همچنین جمعیت اسلامی و ارتباط آن با مسعود آگاهی پیدا کردم. این دو مورد را دوستانم به من معرفی کردند. وقتی سالها بعد من شنیدم که یک ژاپنی هم در جنگ افغانستان، جنگ مجاهدین علیه شوروی حضور داشتم، خب تعجب کردم. به نظر میرسه به احتمال خیلی زیادم مجاهدین در اون زمان که شما را کنار خود دیدن حتما تعجب کرده باشه. این درست است دیگه، نه؟ های. بله، خیلی خوشحال بودند که یک ژاپنی در کنار آنها علیه شوروی می جنگد و همه ایشان یک صدا می گفتند تاناکا، تاناکا، تاناکا. من برای آنها بسیار اهمیت داشتم. خیلی به من احترام می‌گذاشتند و من را مهم می‌دانستند. و در مدتی که در افغانستان بودید، چند سال آنجا بودید و چه چیزی براتون سخت بود؟ نوع غذا، نوع پوشش، با چه چیزی دیر عادت کردید؟ خیلی زود توانستم مانند همه افراد دیگر در همان شرایط و محیط زندگی کنم. اصلا فکر نمی کردم روزه بتوانم به ژاپن برگردم. به همین دلیل هر روز با خودم فکر می کردم که شاید امروز روزه باشد که جانم را از دست بدهم. هر روز با این تصور زندگی می کردم که امروز خواهم مرد. آقای تاناکا، در حال حاضر که ما با شما در حال گفتگو هستیم، یک مترجم صحبت‌های منو به شما ترجمه میکنه و صحبت‌های شما را برای من. ولی در افغانستان اون زمان فکر میکنم و بعید است که یک مترجمی بوده باشه که از فارسی به ژاپنی ترجمه کنه و بالعکس. برقراری ارتباط چگونه بود بین شما و مجاهدین؟ تقریبا همه چیز با اشاره و زبان بدن انجام میشد. برای خوابیدن، غذا خوردن و کارهای روزمره. گاه هم که خبرنگاران غربی می آمدند، مترجم همراهشان بود که انگلیسی صحبت می کرد و من هم تا حد انگلیسی می دانستم. اما در اصل ارتباط ما بر پایه اشاره و حرکات بدن بود. مثلا برای این که بگویند بنشین یا بخواب و مانند آن با چند کلمه ساده و بیشتر با حرکت و اشاره منظورشان را می رساندند. گاه با هل دادن، خواباندن روی زمین، وادار کردن به نشستن و انواع حرکات دیگر با هم ارتباط برقرار می کردیم. نگفتین که چند سال در افغانستان بودید و به مجاهدین چی یاد می دادین؟ حدود 6 سال و 3 ماه سلاح حمل می کردم، از جمله RPG یا راکت سرشانه‌ای. کلاشینکوف هم داشتم. 6 سال و نیم جنگیدم. برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی کشته شد. او یک دانشمند و همسن من بود، چون فرزند او از طرفداران هنرهای رزمی من بود. با هم کارهای مختلف انجام دادیم. فعالیت‌های مهم داشتم. وقت برهان الدین ربانی رئیس جمهور شد، همراه با اسماعیل خان از هرات و همچنین جنرال دوستم از مزار شریف همه سوار بر هلیکوپتر یا هواپیما همراه ربانی برای سلام و دیدار با مردم به سراسر کشور سفر می‌کردند. اینکه من هم در آن سفرها همراه او بودم افتخار بزرگی بود. همچنین حاجی قدیر که از جلال آباد بود. در یک مورد بیش از 50 نفر را خودمان دفن کردیم و برایشان قبر کندیم. از فرماندهان احمد شاه مسعود 27 نفر کشته شدند. من هم قرار بود در میان آن گروه باشم، اما مسعود مرا صدا کرد و به عقب فرستاد. نیروهای شبه نظامی که به جای من به جلو رفتند همگی کشته شدند. در مجموع حدود 52 نفر جان باختند. من به مجاهدین ورزش‌های رزمی و تکنیک‌های موسوم به مبارزه واقعی یاد می‌دادم. از بین دو حزبی که اشاره کردین در اول، چه شد که بین این دو تا حزب رفتین سراغ حزب جمعیت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی؟ نخستین گروهی که به استقبال من آمد گروه جمعیت اسلامی بود. جمعیت اسلامی نو گروه است. با خود دو فرد مهم این حزب از جمله برهان الدین ربانی و همچنین احمد شاه مسعود از نزدیک ملاقات داشتین، دیدار و گفتگو داشتین؟ من همراه مسعود می جنگیدم. همچنین در کنار محمد انور که از فرماندهان ارشد و مورد اعتماد مسعود بود فعالیت می کردم و همواره با گروه نظامی او بودم. 6 سال در گروه تحت فرمان مستقیم محمد انور جگدلک فعالیت کردم.
گفتیم که با احمد شاه مسعود نزدیک بوده، در یک منطقه می جنگیدن علیه نیروهای شوروی. دیدگاه احمد شاه مسعود درباره شما چی بود؟ یعنی وقتی متوجه شد که چندین هزار کیلومتر دورتر از توکیو یک ژاپنی آمده افغانستان و میخواد در کنار آنها با نیروهای شوروی بجنگد، یک امر بسیار و کاملا غیر معمول به نظر می رسید. چه واکنشی داشت؟ چه اولین صحبتی که با شما داشت در چه موضوعی بود؟ ほとんどはジグダラクにいたんです。スルビの南の بیشتر اوقات در جگدلک بودم، در جنوب سروبی. احمد شاه مسعود را در تخار ملاقات کردم. اول از یک گذرگاه و از مسیر چترال به منطقه محمد انور رفتم و سپس از آنجا به تخار رفتم. مدت زمانی که در کنار مسعود بودم نزدیک به 6 ماه بود. در آن زمان قرار بود برای رفتن به سمت مرز به سوی منطقه تحت تسلط انور حرکت کنیم و من نیز قرار بود در این مأموریت همراه یک گروه باشم. اما برای گروهی که پیشتر از ما بود مشکل پیش آمد و 27 نفر کشته شدند. پس از آن به درخواست مسعود قرار شد این موضوع را به سازمان ملل، سفارت امریکا و سفارت ژاپن اطلاع بدهم. به همین دلیل مسعود شخصا مرا تا قسمت از را بدرقه کرد. من به پاکستان بازگشتم و با سازمان ملل، سفارت امریکا، سفارت ژاپن و همچنین با مجددی، کسی که در آن زمان رئیس جمهور مجاهدین بود، دیدار کردم و گزارش کلی این حادثه را به او ارائه دادم. بله، بیشتر از خود مسعود، محمد انور که در واقع مسئول اصلی منطقه جگدلک بود، از من به گرمی استقبال کرد. او و خانواده‌اش با خوشحالی از من پذیرایی کردند. سپس انور مرا نزد مسعود در تخار برد و به او معرفی کرد. اگرچه فقط نزدیک به 6 ماه در کنار مسعود بودم، اما در مجموع بیش از 6 سال و نیم که در افغانستان جنگیدم، بیشتر آن مدت را با گروه‌های در منطقه جگدلک گذراندم. تنها با جمعیت اسلامی همراه نبودم، بلکه هر زمانی که گروه‌های دیگر نیز عملیات انجام می‌دادند، اجازه می‌یافتم همراه آنان باشم. 他のグループが攻める時にも同行させていただきました。 شما در یک وضعیت غیر عادی به افغانستان رفته بودید، کشوری که درگیر جنگ بود، ولی به هر حال ممکن است که خاطرات جالبی داشته باشین. خب از جمله که آیا افغان‌ها به طور کلی یا مجاهدینی که با اونها بودین در حدود 6 سال با شما شوخی و مذاق هم میکردن یا نه؟ 一番楽しみだったのが食事です。 لذت بخشترین بخش غذا بود. البته بیشتر غذاها خیلی چرب بودند و برای بدن یک ژاپنی سخت بود. به همین دلیل معده‌ام تحمل آن را نداشت. آن هم در آن گرمای شدید. اما خوشبختانه بدنم را از قبل با تمرینات سخت آماده کرده بودم. بنابراین به هر حال توانستم همراه آنها زندگی کنم. فعالیت داوطلبانه من اکنون بیش از 40 سال است که ادامه دارد. در آن زمان نه تنها در افغانستان اقامت داشتم، بلکه از طریق ورزش نیز آنها را به ژاپن دعوت کردم. در هیروشیما بازی‌های آسیایی برگزار شد و امسال هم برای دومین بار بازی‌های آسیایی در ژاپن برگزار می‌شود. 32 سال پیش در سال 1994 در جریان بازی‌های آسیایی هیروشیما من شخصاً 30 ورزشکار و مسئول افغان را به ژاپن دعوت کردم. برهان الدین ربانی هم همکاری کرد. او همیشه لبخند داشت و خوشرو بود. حالا که موضوع جالب غذا مطرح شد، از بین غذای افغانی کدام غذا را بسیار زیاد دوست داشتین؟ همان غذایی که با برنج و گوشت پخته می شود خیلی خوشمزه است. و تلاش هم کردین که برای افغان‌ها یا مجاهدینی که کدشان چندین سال بودین، مواردی هم پیش آمد که اونا خواسته باشن که غذای ژاپنی شما بپزین، که اونا هم طعم و مزه غذای ژاپنی رو هم بچشن؟ そういうことはありません。 نه، اصلاً درخواست نکردند. در مدتی که در افغانستان بودید به کدام شهرها و کدام ولایت‌ها سفر کردین؟ 一番最初はジャララバード、それからジグダラク、スルビ、カブール、カンダハール、ガズニー、
がヘラート、マザーリシャリフ、タクハー مناطق کوچکتر را هم به خاطر دارم، اما اکنون نامشان به ذهنم نمی آید. با این حال تقریبا در بیشتر نقاط آن سرزمین رفت و آمد کردم. آیا تو صورت گرفت که یک مدتی تلاش کنین که زبان فارسی را از مجاهدین یاد بگیرین به که بتونین بهتر با اونا، راحت‌تر با اونا صحبت کنین؟ 無駄な努力でした。パルシーがあり、 آنجا زبانهای مثل دری و پشتو بود و زبانهای دیگر، آنقدر زیاد که نتوانستم همه را به خاطر بسپارم. برای همین با اشاره و حرکت دست کارهایم را پیش می بردم. خیلی ساده بود. 身振り手真似で全部通しました。 یعنی حالا هیچ کلمه فارسی یا هم پشتو به ذهنتان به یادتان نیست؟ はい、覚えてません。 به خاطر نمی آورم. الان فقط در دنیای بودو و هنرهای رسمی در حال گشت و گذار در جهان هستم. سنم هم بالا رفته و واقعا بدنم هم ضعیفتر شده است. بنابراین میخواهم آنچه را که با تمرین و تلاش بسیار آموخته‌ام برای نسل بعدی باقی بگذارم و به همین خاطر الان در حال سفر در سراسر جهان هستم. من جایی خواندم که شما گفته بودید خود را نوعی شهید ژاپن میدانید و یکی از اهدافی هم که رفته بودید به افغانستان با شوروی بجنگید ای بود که کشته شوید. نزدیکترین وضعیتی که با مرگ روبرو شدید در جنگ افغانستان چه صحنه‌ای بود؟ کجا بود؟ たくさんありました。 بله، خیلی زیاد. در یک مورد گوشم زخمی شد. در یک مورد دیگر وارد میدان ماین شدم تا دوستم را نجات بدهم. خیلی زیاد با این حوادث روبرو شدم. はい、そういうことは数ありました。 حالا چقدر با موضوع و مسئله افغانستان و افغانها درگیر هستین؟ چقدر میدانین که در افغانستان چی میگذره و وضعیت فعلی تا چه اندازه او وضعیتی است که شما برای افغانستان آرزو میکردید؟ 同じ民族が争うというのは大変悲しいことです。 این که یک قوم و ملت با هم درگیر و در حال جنگ باشد بسیار اندوهناک است. بنابراین امیدوارم روز همه با هم متحد شوند و کشور صلح‌آمیز تشکیل دهند. به همین شکل وضعیت ژاپن هم همین طور است. کاملا امریکایی شده و به اصطلاح ژاپنی ها دیگر ژاپنی نیستند. زندگی من زندگی ستودو اعتدال و انضباط است. بنابراین همچنان میخواهم بر اساس انضباط زندگی کنم و با همین شیوه انضباطی زندگی و مرگ خود را پیش ببرم. اشاره کردید به مردم ژاپن. در او زمانی که شما رفته بودید افغانستان به احتمال زیاد خبری شده باشه موضوع. واکنش مردم ژاپن، حکومت ژاپن به حضور یک ژاپنی در جنگ علیه شوروی در داخل افغانستان چندین هزار کیلومتر دورتر از کشورشان چی بود؟ 日本のメディアの扱いは大変小さいです。 پوشش رسانه های ژاپن بسیار کم بود. دوستان و اطرافیان ما همه با اهمیت و احترام با من برخورد می کردند. اما رسانه های ژاپنی چندان آن را به طور گسترده پوشش ندادند. در عوض خبرنگاران از سراسر جهان مدام می پرسیدند ジャーナリストの方たちが田中 تاناکا آیا با تاناکا ملاقات کرده ای؟ و درباره من در سراسر جهان گزارش منتشر کردند. در یکی دو جای خواندم که از شما به عنوان سامورایی افغان یاد کردند. خودتان با این عنوان تا چه اندازه موافقین؟ اینکه کوشیرو تاناکا یک سامورایی افغان است. 大変ありがたいことだ。 خیلی قدردانی می کنم. به طور کلی شیوه زندگی سامورایی ها چیزی است که در ژاپن به نام بوشیدو، راه و رسم جنگاوران یاد می شود و یک فرهنگ بسیار بزرگ محسوب می شود. این موضوع اساس روح و ذهنیت مردم ژاپن را تشکیل می دهد. من از این که در چنین فرهنگ زندگی می کنم احساس رضایت عمیق دارم. آقای کوشیرو تاناکا، خیلی سپاسگزاریم از این که با ما گفتگو کردید. ありがとうございます。 متشکرم. امیدوارم که مردم ژاپن اندک بیشتر درباره افغانستان بدانند و محیط شکل بگیرد که در آن بتوانیم ارزش متقابل و احترام دو طرفه را بیشتر حفظ کنیم و آن را عمیق‌تر بسازیم.